بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابن مالک هستم. بفرمایید آقای ابن مالک. حالا حدود 1 ساعت و نیم معطلم. امروز هم کلیپی از بنده پخش شد و جواب شبهاتی میخواستم بدم. بفرمایید. یکی مسئله همون ذکر صلوات هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بله. عرض کردم خدمت من اون شب که اون روز با هم مناظره داشتیم و واساتی به صورت دوستانه و الان هم دوستانه هست و خیلی بدون تشنج ما جواب ندادیم که این ذکر صلوات راجع به آل محمد هست. حتی عرض کنم محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب صحیح بخاری نقل کرده که صلوات رو چگونه بفرستیم. بگوییم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. و سایر کتب ها هم نقل کردن. تفسیر دور المنصور سیوطی هم در زیر آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی همین مطلب را نقل کرده. و حتی عرض کنم خدمتتون جناب شافعی هم شعری در این باب داره: یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة علیکم. که در نمازش صلوات بر شما نفرستد نمازش باطله. و خود امیر مؤمنان فاطمه زهرا حسنین علیهم السلام هم جز اهل بیتن و اصلا آیه تطهیر در شأن ایشون نازل شده، در شأن این حضرات نازل شده: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما کلمه حصر است، محصور کرده. از زمانی که این آیه نازل شد رسول خدا برد یمانی و عبایی را به صورت چتر باز کرد و حسنین و فاطمه زهرا و امیر مؤمنان را داخل این عبای پشم قرار داد که رنگ سیاه بوده. ام سلمه یا ام المؤمنین عایشه خواستن وارد عبا بشن، رسول خدا اجازه نداد، فرمود شما از همسران من هستین و دعا کرد رسول خدا اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی. ما مطلق رجس رو اینجا خدا از اهل بیت زدوده و این انما یرید الله، مرحوم علامه مجلسی در قلقین میگوید این انما یرید الله اراده کرده خدا اهل بیت و از تمام پلیدی های باطنی مطلق رجس است. بله. و اهل بیت میگه نه اهل بیوتکم، اهل این خانه. بله. مطلق رجس و از ایرانی محسوم اینا قرار دادن. این استنباط اسمت میشه از اینجا. در تون آیات قبلش باز اینجا از کنم خدمتون که همسران رسول خدا رو قرآن نصیحت میکنه، بنده اندرز میده: و قرن فی بیوتکن، تو خونتون بشینید، تبرج نداشته باشین، اقامه نماز بکنید، اطاعت رسول بکنید، نازک سخن نگویید، اگر انجام بدید عذابتون 2 برابر هست. و اونجا هم در این آیه تطهیر باز صیغه مبالغه مذکر به کار برده. یعنی نشون میده که این آیه حدود 70 مصدر عامه و اهل سنت و جماعت نقل کردن، 70 منبع که در شأن اهل بیت. حتی امام احمد حنبل هم در مسندش آورده، حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین آورده. و عرض کنم خدمتتون که این آیه صلوات در شأن اهل بیت بوده که عیسی در قرآن همون مبحثی که داشتیم راجع به مسئله آیا پیغمبر و ائمه هدا بر انبیا افضل هستن که راجع به صلوات هم بود. و یه مطلب دیگه هم هست که بله، یک لحظه قبل از اینکه به مطلب بعدی بپردازید جناب آقای ابن مالک، ما یعنی قرارمون با شما بر این بوده دائما که بحثمون بحث علمی باشه، منطقی باشه و مستند از کتاب الله باشه. شما در اینجا فرمودید که همین آیه 33 سوره احزاب که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این انمای حصر هست، یعنی فقط همین علی و فاطمه و حسن و حسین. من این آیه دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این آیه رو نشونم بدن که بله این آیه است. دوستان عزیز لطف کنید اینو نشون بدید. شما فرمودید که این آیه
البته این آیه نیست، جزئی از آیه 33 هست و انما اینجا فرمودید یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجا انمای حصر هست، یعنی فقط همین علی و فاطمه و حسن و حسین و در اینجا همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل حالشون نمیشه. من اینطوری از شما شنیدم، درسته؟ بله. پس من از شما میپرسم، شما که اسمت رو برای 12 امامتون قائل هستید، این انمای حصر هست برای فاطمه، حسن، حسین و علی، 4 نفر. این 4 نفر اگر معصوم هستن، برای بقیه اینا 9 نفر دیگه اسمت از کجا آوردید؟ خدمتتون عرض کنم حالا روایت‌های دیگر راجع به روایت‌ها رو نه، شما در همین آیه صحبت بکنید، به روایت‌ها میرسیم. شما فرمودید اینجا انمای حصر هست به همین 4 نفر. من از شما خواهش میکنم جلوی این همه بیننده بگید که وقتی شما این رو انما رو حصر میدونید در علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین، پس برای بقیه امامانتون از امام زین العابدین گرفته تا مهدی موهوم در نزد شما، برای اونا اسمت رو از کجا دلیل میارید؟ بله، اسمت رو عرض کنم خدمتون از آیه 59 سوره نساء که معروف است با آیه اطاعت، اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم، به واو عاطفه هست، یعنی معطوف کرده اطاعت و فرمانبرداری. عزیزم آقای ابن مالک، آیه چندم؟ اولو الامر منکم، یعنی منکم از خود شما باشد. آیه چندم عزیزم؟ آیه چندم سوره نساء، 59 سوره نساء. آیه 59 سوره نساء. در مورد این آیه قبلا هم صحبت کردیم برادر عزیز آقای ابن مالک. این آیه هم هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. این آیه که شما بهش اشاره میکنید، من بارها در این مورد صحبت کردم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. دوستان عزیز نشون بدن و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ای انسان ها، ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت بکنید، از پیامبر اطاعت بکنید و از اولو الامرتون اطاعت بکنید که از شما هستن، منکم، از شما هستن. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر که اختلاف کردید، با کی اختلاف کردید؟ یعنی با اولو الامرتون در چیزی اختلاف کردید یا در بین خودتون اختلاف کردید، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و رسول، برگردانید به الله و رسول، چون الله و رسول معصوم هستند. مصدر تشریع در اسلام قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. چون اینا معصوم هستن، شما به اینا برگردید. اگر که اولو الامر اونطوری که شما ادعا میکنید معصوم بودن، در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرمود که فردوه الی الله و الرسول و الائمه. اما چون ائمه معصوم نیستن، در اینجا فقط کسی که معصوم هست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، در اونجا متوقف میشه. در سوره نساء آیه 83 باز راجع به اولو الامر گفته برگردونید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولو الامر منهم. در اینجا برگردونین در زمانی که خوف میکنین. بله، ببینید تعریف اولو الامر قرار نیست که ما بر اساس هوا و هوسمون اولو الامر رو تعریف بکنیم. اولو الامر کیا هستن؟ اولو الامر حاکمین مسلمان ها هستن، اولو الامر علما هستن، اولو الامر خلفا هستن، اولو الامر کسانی که بر مسلمان ها حکومت میکنن هستن. اینا همه اولو الامر گفته میشن. اما وقتی شما اولو الامر رو منحصر میکنید در همین 12 تا امام، پس فعلا شما اولو الامری ندارید. الان شما به عنوان آقای ابن مالک اولو الامرتون کیه؟ عرض کنم خدمتتون در همون حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه لكل قوم هاد یوم ندعو کل اناس امامهم 12 خلیفان کلهم من بنی هاشم کلهم من قریش. اینا اشاره داره راجع به این مسئله. حدود 22 مورد من راجع به همین مسئله در یک شبی که در شبکه وصال فارسی صحبت داشتم، شب تا صبح نشستم، حدود 23 مورد استنباط کردم از قرآن و صحیح آیات و روایات که این اولو الامر اهل بیت هستن و نمیتونن حاکمان و سلاطینی که به گناهان باطنی و ظاهری دچارن که قرآن میگه وذروا ظاهر الاسم و باطنه، گناهان باطنی و ظاهری رو ترک بکنین و خدا که دینشو به اولو الامر و افراد حاکمان و ظالمان و جائران و
افرادی که الملک عقیمون دنبال خب سلطنت. آقای ابن مالک، من خواهش میکنم شما یعنی عادت دارید که میرید رو منبر و شروع میکنید به سخنرانی. ما اولا در همین آیه‌ای که شما بهش اشاره کردید، آیه تطهیر، گفتیم که طبق استدلال شما پس این آیه منحصر در این 4 نفری که شما ذکر کردید نیست، اشخاص دیگری رو در بر میگیره که امامان 12گانه شما باشن. اگر یک لحظه حبیبی آقای ابن مالک، یک لحظه ببینید، قرار شد که مباحثه علمی داشته باشیم، قرار نشد که مثلا شما بخواید به زور عقیدتون رو بقبولانید. اینجا بیننده دارن میشنون عزیزم، بیننده دارن میشنون و بیننده قضاوت میکنن. ما داریم بحث علمی میکنیم. این 4 نفری که شما میگید که انمای این آیه حصر هست بر این 4 نفر، من سوالم رو یک بار دیگه تکرار میکنم که در این آیه وقتی که شما تطهیر رو، عصمت رو از این آیه میخواید بهش استدلال بکنید، برای بقیه اماماتون از قرآن کریم در کجا میارید دلیل که بقیه هم معصوم هستن؟ بله، من قبلی که جواب شما رو عرض کنم نه جواب منو عرض بکنید، قبلا چیزی نگید، چون بس نمیخوام که متشتت بشه. ما میخوایم در چارچوب همین بحثی که شما باز کردید صحبت بکنیم. بله، من در عرض 2 دقیقه مطلب رو جمع میکنم. بفرمایید. قبل از این که این مطلب انما یرید الله رو عرض کنم که از خودم نگفتم، از رو تعصب نگفتم، حتی جناب شعیب نسائی در کتاب. عزیزم گوش کنید، من به شما گفتم، بارها هم تکرار کردم، به روایات نرید. اگر قرار باشه ما رو روایات بحث بکنیم، منم اینجا کتابای روایی شما رو زیاد دارم. بحث ما احتیاج به نسائی و بخاری و کافی و کلینی نداره. بحث ما بحث لغوی، بحث منطقی، بحث عقلانی است. شما ادعا کردید انما حصر در همین 4 نفر هست. برای این حرفتون دلیل بیارید، برای عصمت بقیه اماماتون. اول این مسئله رو حل بکنید، یا بگید که این مسئله تموم شد، برای بقیه امامان عصمت قائل نیستید یا عصمت اونا رو نفی میکنید، بعد میریم رو مسائل بعدی. عرض کنم در حدیث ثقلین که شما قبول دارین دیگه، حدیث ثقلین عزیزم حدیث ثقلین رو ما قبول داریم، علی عینی و رأسی. من دارم در مورد این آیه صحبت میکنم. البته شما یک مورد دیگر هم فرمودید که من در مورد فرمودید که جا نگفته اهل بیوت، گفته اهل بیت. این موضوع بعدی است که روی این بحث میکنیم. اول این 2 موضوع شما حل بشه، بعدا میپردازیم مسائل بعدی. وقتتون هم محدود است، لطفاً در چارچوب همین موضوع صحبت بکنید. بله. البته خود امیر مومنان در شورای 6 نفره در منطقه رهبه به همین آیه انما استدلال فرمودن، احتجاج کردن و خود اهل بیت هم عرض کنم خدمتتون، چون مقامشون عرض کردم عصمت هست از همون اولوالامر که معطوف به اطیع الرسول و اطیع الله هست و مقام عصمت کلیه خدا و رسول دارن که خدا میفرماید هر کس از رسول من اطاعت کند همانند اینی که از من اطاعت کرده. پس اطاعت اولوالامر چون واو عاطفه هست و معطوف کرده و قرین کرده و حدیث ثقلین هم باز. عزیزم شما دارید از بحث خارج میشید. من اینجا اشاره کردم که وارد آیه اولوالامر رو پاسخ شما رو دادم که ائمه شما جز اولوالامر معصوم محسوب نمیشن، چون اگر معصوم می بودن الله سبحانه و تعالی میفرمود که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و الائمه. چون معصوم نیستن، الله سبحانه و تعالی میگه بالفرض این که این آیه رو ما قبول بکنیم که در مورد ائمه اثنا عشر شیعه وارد شده باشه. این موضوع رو شما جواب ندادید. میریم رو موضوع بعدی. شما فرمودید که اینجا اهل بیوت نگفته، اهل بیت گفته. من یک سوال میپرسم از شما و همه بینندگان. شما تصور کنید 4 تا زن دارید. این 4 تا زن شما یکیش در شیراز است، یکیش در تهران است، یکیش در کرمان است، یکیش هم در اهواز هست. حالا خدا کنه خانم شما نشنوه که جنجالی برای شما درست نشه. این 4 تا خانم شما، آیا وقتی کسی از شما بپرسه که آقای ابن مالک اهل بیت شما کیا هستن، شما چه جواب بهش میدید؟ مردانه خواهش میکنم بدون تعصب جواب بدید. امروز هم در منطقه عربی هم عجمی، هر یهود و نصارا و کمونیست و هر کسی در دنیا بهش بگی که اهل بیتت رو معرفی بکن، صراحتا پاسخ میده. شما لطفا این اهل بیتتون رو معرفی بکنید. عرض کنم در حدیثی هم هست که الان راجع به همین زنان که میگن از اهل بیت هستن یا نه، سوال کرد راوی که چطور از اهل بیت نیستن با اینکه زوجات رسول خدا بودن. کی گفت از اهل بیت نیستن؟ در کدوم حدیث گفته؟ الان من آماده نکردم. اینو میگه در صحیح بخاری هم هست، در مسلم هست.
میپرسه که آیا همسرانش از اهل بیتش نیستن؟ میگه هستن، منتها اهل بیت نسبی پیامبر صلی الله علیه و آله کسایی هستن که صدقه بر اونها حرام هست. این نص حدیث هست. من گفتم وارد روایات نشید چون بحث روایت بحث جداگانه است. خواهشاً در چارچوب همین آیه‌ای که شما فرمودید اینجا فرمودید که اهل بیوت گفته، اهل بیت گفته و اهل بیوت نگفته. چرا سوال منو جواب نمیدید آقای ابن مالک؟ اهل بیت شما کیا هستن؟ الان عرض میکنم از ابن عبدالبر در استیعاب. عزیزم من از ابن عبدالبر نپرسیدم، من از آقای ابن مالک حی حاضر زنده پرسیدم اهل بیت شما کیا هستن؟ اهل بیت رسول خدا هستن. اهل بیت شما آقای ابن مالک، آقای ابن مالک عرض من خدمت شما، سوال من واضحه. اهل بیت آقای ابن مالک کیا هستن؟ خب این صحیحه که زن و بچه انسان، اما خب عرض کنم خدمتتون اینجا مجزا کرده آیه. نه مجزا نکرده. اهل بیت شما زن شما هست یا نیست؟ این درسته. خب درسته. شما رو به خدا زن پیامبر رو از اهل بیتش خارج میکنید، میگید پسرموش اهل بیتشه؟ از همسرانش بوده، از خانوادهش بوده. بابا اهلش بوده. اهل یعنی چی؟ یه اهل بیت داریم، آل البیت داریم. به خدا همش یکیه. به خدا همش یکیه. نه خب اینجا مجزا کرده خود مفسرین. عزیزم در قرآن، عزیزم ببین در سوره اعراف آیه 83 فانجیناه و اهله الا امرأته كانت من الغابرین. چون اهل نوح علیه السلام کی بود؟ خانوادهش بودن. چون زن جز اهل میاد در اینجا، الله سبحانه و تعالی به خاطر اینکه بگه که زن نوح از جمله اهلش نبود خارجش کرد چون کافر بود، اینجا ذکر زنشو میکنه. خب در آیه سوره نوح میگه راجع به پسرش میگه انه لیس من اهلک، از اهل. بله همینم دلیله، چون پسر جز اهله و نوح علیه السلام میگه که انه من اهلی، میگه که اون از اهل ماست. چون فرزندان جز اهل بیت هستن، همسران جز اهل بیت هستن. خب جز اهل بیت معنوی او نبودن، جز اهل بیت دینی و عرض کنم خدمتتون الهی نبودن. چون انما یریدون لیذهب عنکم الرجس، پلیدی. من دوباره برمیگردم رو بحث اهل بیت. ببینید اهل بیت در اینجا همسران پیامبر اهل بیت درجه یک پیامبرن. شما خودتون فرمودید که همسر شما جز اهل بیت شما هستن. چطور میگید که همسران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جز اهل بیتش نیستن؟ عرض کنم خدمتتون جز اطهار نبودن، جز پس اهل بیتش بودن جز اطهار نبودن. چون میگه یطهرکم تطهیرا، پاک میکند شما را پاک کردنی. درست هست. حالا همسران پیامبر شما فرمودید همسران پیامبر جز اهل بیتش هستن اما پاک نیستن، تطهیر نشدن، درسته؟ اهل بیت معنوی او نبودن، زوجات معمولی او بودن که بعد از عزیزم شما چرا دارید با کلمات آقای ابن مالک چرا دارید با کلمات بازی میکنید؟ اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آیا همسرانش جز اهل بیتش هستند یا نیستند؟ جز اهل بیت معنوی او و جز تطهیر او طبق این آیه جز اهل بیتش هستند، جز تطهیر نیستن. نه دیگه، جز عرض کنم جز همسرانش هستن، جز زوجاتش هستن. جز اهل بیتش هستن یا نیستن؟ اگر بخواید طبق این آیه عمل کنیم و رسول خدا عملی که کرده، نه در حقیقت اهل بیت مجزا کرده طبق این آیه شریف. چرا مجزا کرده؟ به کدوم دلیل؟ ذکر مذکر آورده، ذکر مؤنث در کار نیست و رسول خدا نگذاشت همسرانش وارد عبا بشن، وارد کسا بشن. خب آیا در قرآن کریم در هر جایی که اهل بیت اومده ذکر مؤنث نیومده؟ در کجای قرآن؟ ذکر مذکر نیومده در قرآن؟ در کجای قرآن؟ یک لحظه. سوره هود آیه 77. دوستان عزیز در اتاق فرمان لطفاً نشون بدن اینو. آقای ابن مالک نگاه کنید به صفحه تلویزیونتون. بله. این آیه 72 سوره هود هست، خطاب به ابراهیم علیه السلام وقتی که بهش بشارت فرزند داده شد. وقتی خانمش تعجب کرد، الله سبحانه و تعالی میگه قالوا اتعجبین من امر الله،
آیا ای همسر ابراهیم تو تعجب میکنی از امر خداوند؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. رحمت و برکات، اینجا نگفته علیکن یا علیکه ای همسر ابراهیم، علیکم، چون در منطق زبان عربی اگر شما باش آشنا باشید وقتی که جمع مذکر و مؤنث باشه در اینجا ضمیر مذکر استفاده میشه، مثل اینجا رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. و ده ها روایت دیگر، آیات دیگر در قرآن کریم هست که ما اگر که در قضیه اهل بیت ذکر میشه در اونجا ضمیر مذکر میاد. بله. انه حمید مجید. متوجه شدید آقا ابن مالک؟ یک کمی زبان عربی رو یاد بگیرید، فکر کنم خیلی مناسب خواهد بود برای درک و فهم قرآن کریم. دیگه فرمودید که در اینجا اهل بیت گفته، اهل بیوت نگفته. من اینو اولین باره که از شما میشنوم. یعنی همسران پیامبر اگر در 9 غرفه بودن، در 9 منزل بودن، همه اهل بیت پیامبر بودن، هیچ وقت به خاطر اینکه خونش جدا باشه کسی رو نمیتونید شما از اهل بیت پیامبر بودن جدا بکنید. تشکر میکنم از شما آقای ابن مالک. اینو ببینید دائما سعی میکنن که از کلمات، از عباراتی که معانی متعددی داره و در اون مواقعی هم که ذکر شده به اون معنی نیست که اینا دارن برداشت میکنن، به نفع خودشون سوء استفاده بکنن. ببینید این قضیه اهل بیت. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگن که این آیه تطهیر است و اینجا اهل بیت پیامبر تطهیر شدن. همه خوشا خوب اهل بیت پیامبر، اما نه اهل بیت پیامبر کمسرانش نیستن. اهل بیت پیامبر فقط علی است، حسن است، حسین است و فاطمه. خب همین حرف شما رو قبول کردیم. این میگید که انما حصر هست در همین 4 نفر. حدیث کسا هست، حدیث فلان است، حدیث فلان است. بیایید برای بقیه امامانتون اسمت رو ثابت بکنید، تطهیر رو ثابت بکنیم. نمیتونن. چرا؟ چون اینجا حصرش کردن، گفتن حصر در همین 4 نفر. برای بقیه کجاست؟ منتظر جوابیم که جواب بدن. ثانیاً برادر عزیز و گرامی، اگر ما قرار باشه بر اساس هوا و هوسمون، من پریشب تو برنامه شرح منهاج السنه بهش اشاره کردم، اگر ما بخوایم مثل آخوندای اینا بر اساس هوا و هوسمون بخوایم قرآن رو تفسیر و ترجمه بکنیم، دوستان عزیز در اتاق فرمان این اون آیه رو نشون بدن به من. سوره انفال آیه 11 در اینجا الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه به اهل بدر. اهل بدر انگامی که به بدر اومدن تعدادشون خیلی کم بود، 313 نفر بودن، در بینشون ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و همه این کسایی که اینا باش دشمنن، همه اینا اینجا حاضر بودن. 313 نفر یا کمتر یا بیشتر. اینا دیدن که تعدادشون خیلی اندکه، تعداد مشرکین خیلی زیاده. الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ این حالت رو که دید بارانی از آسمان بر اینا نازل کرد. این آیه رو ببینید. این باران که نازل شد یک آلت، اینجا در آیه بهش نعاس ذکر شده، یعنی خواب آلودگی. اذ غشیکم نعاس. این آلت خواب آلودگی اینا رو پوشاند. گاهی اوقات موقع رانندگی یا موقع سرکاری یه حالتی آدم نه خواب نه بیدار، حالت خواب آلودگی به اینا دست. امنتا منه، این از طرف الله سبحانه و تعالی برای چی بود؟ برای آرامی اینا، برای آرامش خاطر اینا. و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، از آسمان بر شما آبی رو نازل کرد که شما را پاک بکنه. و یذهب عنکم رجز الشیطان، و پلیدی های شیطان رو از شما دور بکنه. و لیربط علی قلوبکم، قلب های شما رو محکم بداره. و یثبت به الاقدام، گام های شما رو استوار بداره. اگر ما هم بخوایم بر اساس هوا و هوس کلینی و خمینی و بازه قم و نجف بخوایم قرآن رو تعبیل و تفسیر بکنیم، میگیم بله یا ایها الناس، شیعه ادعا کرده که 4 نفر انحصاراً تطهیر شده. اینجا 313 نفر رو الله سبحانه و تعالی تطهیر کرده. 313 نفر معصوم هستن. ابوبکر معصوم است، عمر معصوم است، عثمان معصوم است، طلحه و زبیر معصوم هستن. 313 نفری که در اونجا بودن همه اینا از گناه معصوم هستن. اما نه خیر، ما قرآن رو بر اساس هوا و هوسمون تعبیر و تفسیر نمی کنیم. این تطهیر با اون تطهیر آیه 33 سوره احزاب چه فرق داره؟ اینم تطهیره، اونم تطهیره.
تازه اونجا که فقط تطهیره، در اینجا ادامه آیه رو توجه بفرمایید. ولیربط علی قلوبکم، قلب‌های شما رو محکم بکنه، استوار بداره. و یثبت به الاقدام، گام‌های شما رو، قدم‌های شما رو محکم و استوار قرار بده. پس اینجا دو فضیلت دیگر بیشتر بر فضیلت علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم برای 313 نفر از صحابه وارد است که علی هم در بینشون بوده. نه، ما قرآن همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر کرده همونطور تفسیر می‌کنیم، نه بر اساس هوا و هوس خودمون. ah 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 ah